السلام علیکم. خبر خوش در شهر یکاترینبورگ. از نام جمعیت تاجیکان ولایت سوردلوس شهر یکاترینبورگ یک مرکز خدمترسانی کمک به نیازمندان کرانتینی گشوده شد. جمعیت را صاحبکاران وطنی که در این شهر کار و فعالیت میکنند از جمله صاحبکاران چهارم بازا تاگانسکی ریاد کامسомольская база تشکیل کردند. سراغای این مرکز کامسомольская база 71A شخصانی که در حقیقت نیازمندند میتوانند با همین رقم ها تماس و در همین رقم ها پیوستی واتساپ وجود دارد سراغ و رقم های تلفنشان را روانه کنند، حتما با شما تماس خواهند گرفت. با آن نفرانی که میخواهند کمک خود را رسانده باشند به همین سراغ و به همین رقم ها تماس گیرند. فقط در شهر یکاترینبورگ چند زننده کارهای خیر باش از بنده گفتن باقی هیچ. در امان خدا. رمضان بار دیگر مبارک.